سلام. دستگاهی که امروز برای تعمیر اومده 1286 مکبوک پرو با مشکل کارت گرافیک طبق معمول خراب میشه. دستگاه غیر تعمیر میشه، چیپو گرم میکنم، مدت کار میکنه، دوباره ول میکنه. مسئله که اینجا هست، ما اومدیم با یه ترفند بسیار حالا پرزحمت دستگاه رو تبدیل کردیم به گرافیک سی پی یو، یعنی همون آمور، یعنی قطع کردیم، اینو وصل کردیم. ولی خب روشش بسیار روش سخت و طاقت فرسایی بود، ولی به هر ترتیب ما موفق شدیم. این هم تصویر دستگاه، صدا هم داره. معمولا اینا صدا نخواهند داشت، ولی خب صداش هم داریم. و اینم از گرافیک اینتل. بهش گفته بودن که تعمیر نمیشه مشتری، ولی خب پیش ما تعمیر شد و بسیار عالی داره کار خودش انجام میده. و اینکه این کار رو ما بعد از اینکه کار انجام دادیم اومدیم سمت تعویض هاردش از حالت HDD به SSD. کاری داشتید برای تعمیر، در خدمتتون هستم.